سلام، مریم هستم. از کشور مجارستان میام. امروز دختر خانمی بود که به علت سنگ‌های متعدد لوزه و بوی بد دهان مراجعه کرده بودن. امروز اومدم پیش آقای دکتر گهگوی که از دست سنگ لوزه‌ام راحت بشم. یه زمانی ما حقیقتش رو بخواین یه خود اکراه داشتیم برای انجام ترانسلکتومی یا عمل لوزی تو بزرگسالان به خاطر خطرات خونریزی حین عمل و بعد از عمل. و علت این که آقای دکتر رو انتخاب کردم به خاطر اینه که اون دستگاهی که آقای دکتر باش جراحی میکنن خیلی بدون درد و خونریزیه و خب این قضیه خیلی برای من مهمه دیگه که بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خدا رو شکر با کمک دستگاه الکتروکوتر یا جریان برق عمل خیلی راحت شده. دیگه اون دردسرای قدیم رو نداریم. حین عمل خونریزی صفره، نیاز به بخیه نداریم. طول عمل بسیار کوتاه شده، چیزی نزدیک به 7 دقیقه 8 دقیقه دو طرف لوزه خارج میشه. مریضم به راحتی میتونه نیم ساعت بعد از کلینیک یا بیمارستان خارج بشه. خب الان یه ساعتی میشه، یکی دو ساعتی فکر میکنم هستش که از جراحی گذشته. یه مقدار درد دارم ولی اینجوری نیست که خیلی شدید باشه. خونریزیم خیلی کم بود، یعنی اصلا نداشتم در واقع و خیلی همه چی خوب بود. دست شما درد نکنه.